شاگردان عزیز، امروز ما با شما در موضوع وقت کاری و استراحت در مناسبت‌های مهنتی صحبت می‌کنیم. شاگردان گرامی، شما در دایره درس امروزه امان اوید به مفهوم و نوع‌های وقت کاری، وقت استراحت، رخصتی مهنتی هنگام مناسبت‌های مهنتی شناس می‌شوید. فعالیت کاری هر روزه انسان به مانند تمام حیات او در دایره وقت می‌گذرد. چینک اساسی صرف مهنت کارمند محض توسط وقت کاری معین کرده می‌شود. وقت کاری چیست و به کدام نمودها جدا می‌شود؟ وقت کاری دایره وقت با قانون مقرر شده وقت به حساب می رود که در دوام آن کارمند طبق ترتیبات یا نقشه کار یا شرط‌های شرطنامه مهنتی باید وظیفه‌های مهنتی خود را اجرا نماید. وقت کاری به نمودهای زیرین جدا می شود. وقت کاری معتدل موافق کودکس مهنت جمهوری تاجیکستان در یک هفته 40 ساعت مقرر کرده شده است. آن به تمام کارمندان غیر از کارمندانی که موافق قانون برای آنها وقت کاری کوتاه مقرر کرده شده است تطبیق کرده می شود. وقت کاری کوتاه برای گروه علاهیده کارمندان با در نظر داشت سن و سال، وضع سلامتی، شرایط مهنت، خصوصیت عهده‌داری‌های مهنتی آنها، دوامناکی کوتاه کرده شده وقت کاری به کم کردن مزد مهنت مقرر کرده می شود. به چنین شخصان کارمندانی که به سن 18 نرسیدند، زنان و دیگر شخصانی که عهده‌داری‌های عائلوی دارند، کارمندان معیوب و کارمندانی که با کارهای شرایط مهنتش ضررناک مشغولند یا خصوصیت مخصوصی کار دارند، از جمله دکتران، معلمان و شخصان دیگری که کار آنها با شدت بلند احساساتی، ذهنی و عصبی علاقمند است داخل می شود. وقت کاری ناپوره برای منفعت شخصانی مقرر کرده می شود که با یگان سبب به وقت کاری پوره مشغول شده نمی توانند. این نوع وقت کاری به زنان حامله، زنانی که فرزندانی تا 14 ساله یا کودک معیوب دارند، اینچنین موافق خلاصه طبی اعضای بیمار عائله را نگاهبین می کنند مقرر کرده می شود. هنگام جاری نمودن نظام وقت ناپوره کاری، دوامناکی وقت کاری نمی تواند از نصف معیار ماهانه وقت کار کمتر باشد. اگر معیار معتدل وقت کار 40، 35، 24 ساعت باشد، پس معیار وقت ناپوره کار نباید از نصف معیار معتدل وقت کار کم باشد. در همه گونه حالت اندازه مزد آن دوره از اندازه حد اقل مزد مهنت کم بوده نمیتواند. بچه های عزیز، هر یک انسان در فعالیت مهنتی خود هم از جهت جسمانی و هم از جهت روحی خسته می گردد. برای رفع این خستگی به هر کدام ما و شما وقت استراحت لازم است، زیرا محض توسط وقت استراحت خستگی شخص رفع گردیده قوه کاریش برقرار می شود. حقوق به استراحت
در سندهای معیاری حقوق بین المللی و سندهای معیاری حقوقی ملی تحکیم بخشیده شده است که موافق آن هر یک انسان به استراحت و دمگیری، اینچنین به روز کاری محدود و رخصتی مزناک دوره حقوق دارد. وقت دمگیری چیست؟ چنین وقتی را وقت دمگیری می نامند که در دوام آن کارمند از اجرای وظیفه‌های مهنتی آزاد بوده، آن را موافق صلاح‌دید خود برای قانع نمودن منفعت‌های خود و برقرار نمودن قابلیت مهنتیش استفاده می‌برد. وقت استراحت به نوع‌های زیرین جدا می‌شود: تنفس در دوام روز کاری، تنفس در بین روزهای کاری، روزهای استراحت، روزهای عید غیر کاری، رخصتی ها. رخصتی وقتی نسبتاً طولانی است که در دوام آن کارمند طبق ترتیب مقرر نموده قانونگذاری با شرط نگاه داشتن جای کار و منصب از اجرای وظیفه های کاری آزاد بوده، از آن برای فراغت و برقرار نمودن قابلیت مهنتی، همچنین قانع گردانیدن دیگر نیازمندی های خود استفاده می برد. با کارمندان نمودهای زیرین رخصتی داده می شود: رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده، رخصتی های اجتماعی، رخصتی بی مزد مهنت، رخصتی موقتی بی مزد یا قسماً مزدناک. در نوبت خود رخصتی هر ساله پرداخت شونده به نمودهای زیرین جدا می شود: رخصتی مهنتی اساسی هر ساله دراز کرده شده، رخصتی مهنتی اساسی هر ساله کمترین، رخصتی مهنتی علاوگی هر ساله. رخصتی اجتماعی نیز نوعهای خود را دارد: رخصتی برای حامله‌داری و تولد، رخصتی برای نگاهبین کودک، رخصتی برای تحصیل، رخصتی ایجادی. خوانندگان گرامی، امیدوارم که شما در دایره درس امروزه‌مان عاید به مفهوم و ماهیت وقت کاری و وقت استراحت معلومات عمومی پیدا نمودید. اکنون با مقصد باز هم بلند برداشتن دانش و ملکه و قابلیت دانش از خودکنیتان می توانید به سوالهای زیرین جواب گویید. وقت کاری چیست و به کدام نمودها جدا می شود؟ کدام نمودهای رخصتی مهنتی را می دانید؟ نوعهای رخصتی اجتماعی را نامبر نمایید. بچه های عزیز، این بود موضوع امروزه امان عاید به مفهوم و ماهیت وقت کاری و وقت استراحت در مناسبت های مهنتی. خیر تا درس های آینده.